مرغ پخته بهش خندش میگیره به این حرفا. آقای دکتر معتقد مالیات گرفتن دزدیه از جیب مردم، یعنی من نگفتم که مالیات تا حد زیادی دزدیه و فقط در شرایط خیلی حاد باید گرفته شه. افغانستان از ما بیشتر مالیات میگیره، افغانستان از ما بیشتر مالیات میگیره و این یعنی که دخالت دولت در ایران صفره. دخالت دولت در ایران پول نفت چی میشه؟ پول نفت کجا حساب میشه؟ اتفاقی درآمد نفتی کجا میاد؟ آقا میگم پول نفت چی میشه آقای علیزاده؟ پول نفت چی میشه؟ پول نفت هم یعنی چی؟ خب به جای مالیات نفت رو داره دیگه. نفت مال مردمه دیگه. دولت میگیره پولش خرج میکنه. این اجحاف به ملت ایران هست. ایشون وسط صحبت ها شده میگن که ما ایران و ملت رو قبول نداریم، ما فرد رو قبول داریم. کی این حرفا رو زد؟ من ایران رو قبول ندارم. من ایران رو قبول ندارم که با تمام مرارتاش این تو نشستن زندگی میکنم. یا حضرت عالی که اونجا تشریف بردید در انگلستان. این حرفا رو نزنید. مردم به شما میخندن.